یکی بیاد منو آروم کنه، به این دلم مفهوم کنه، تکلیف بیقراری واسه من معلوم کنه. دلم میخواد جار بزنم، عشقامو کنار بزنم، آخه دیوونم کرده دل اینا درد. این روزا شرایط زندگی کردن با توجه به شیوع ویروس کرونا خیلی سخت شده. سخت‌تر از اونم اینه که ما بیمار باشیم، اونم از نوع خاصش. امشب اومدیم سراغ دو بیمار پروانه‌ای، رضا موتوری و مهدی خارجی. تا پایان این برنامه با ما همراه باشید تا بیشتر با این دو عزیز آشنا بشید. خیالت شرایط عادی دارم، نمیدونی چه حالت حادی دارم، توی دلم یه داد بیدادی دارم. با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان محترم رسانه دیده شو. امیدوارم هر جا هستی حالتون خوب باشه. همونطور که بهتون قول داده بودیم امشب اومدیم میهمان آقا رضا عزیز و مهدی جان عزیز هستیم. رضا جان سلام، برای بینندگان ما خودتو اول معرفی کن به عنوان. سلام، من رضای آجیان هستم، بعد 20 سالمه، بیماری پروانه‌ای دارم، کل بدنم زخم. این بیماری هم درمانی نداره غیر از گازوازری و پماد و این چیزا که ما میزنیم. بیماری خیلی سختیه و بدن رو دستامو با هم میچسبونه و شبا خواب نداریم، اینقدر درد میکشیم و این چیزا. بالا من از زمانی که اومده دنیا این بیماری متولد شدم تا الان که نمیتونم بلند شم. الان هم رو ویلچر میشینم، نمیتونم بلند شم. قبلا بلند میشدم ولی الان خب دیگه نمیتونم. دستام و پاهم هم چسبیدن و واقعا خیلی سخته. آیا از اول به همین شدت بود یا نه رفته رفته این بیماری زیاد شد؟ نه خب اول بهتر بودیم ولی خب الان که سنمون بالا میره خب بیشتر چیز میشه، زخما بیشتر میشن و تاول بیشتر میزنیم و این چیزا. بعد هر روز پانسمان کنیم و پماد عاده بزنیم و که ببینیم چی میشه. یکم از شرایط نگهداری و روند همین پانسمانت برامون بگو کن. آره از اینش خیلی گرونه. این پانسمان هم که ما میکنیم اگر پانسمان نکنیم پیرهن میچسبه و شبا میچسبه و این چیزا. خب و این پانسمان رو بزنید تا شبا یا پیرهن نچسبه بهمون که شب راحت بخوابیم. بده که این شرایط سخت به چه صورت هستش، چه اتفاقاتی واسه این بیماران پروانه‌ای میفته و چه اذیت‌هایی رو دارن در واقع تحمل میکنن. رضا از اول دستات به این شکل بود یا نه؟ نه زمانی که کوتاه بگم دستام باز بود. الان که یعنی کامل انگشتا رو داشتی، دستت باز بود. آره. ولی رفته رفته جمع شد. آره من پماد عاده میزنم، بعد گازوازری و باند تو سرویس یه بار باید پانسمان کنم، پانسمان تعویض کنم. خودش یه هزینه داره دیگه. من رو ویلچر میشینم و قبلا خودم راه میرفتم ولی خب دیگه کم کم خونه نشین شدم. به من گفتن که خیلی با روحیه هستی، خیلی جنگجوی، خیلی حتی داری به اطرافیان هم انگیزه میدی. یکم از اینا برای من صحبت کن ببینیم این انگیزه بالا از کجا میاد، این روحیه از کجا میاد؟ والا خب دیگه خودمو میزنم بیخیالی، بگم که این درمان نداره، منم که نمیشه همش به زخم فکر کنم و این چیزا. خودم میزنم بیخیالی و میرم سراغ بازیگری و این چیزا. یکی از علاقه‌هایی که رضا داره، من اسمشم بگم، رضا معروفه به رضا موتوری، دوست داره با این اسم هنرپیشه بشه. یکی از علاقه‌هایی که داره بازیگریه، خیلی هم دوست داره. جدا از این که بازیگری رو دوست داره، خیلی دوست داره بازیگرا رو ببینه. آره خب خیلی دوست دارم، خودم هم علاقه به بازیگری دارم ولی خب الان که
تو این شرایط خودم هستم نمیتونم بازیگر باشم، ولی خب دوست دارم باشون در ارتباط باشم، بیام پیشم از نزدیک منو ببینن. خیلی دوست دارم. کدوم یکی از بازیگر رو بیشتر از همه دوست داری؟ به منم گفتی دوست دارم اونا رو ببینم. یکیش رو دوست دارم بهنوش بختیاری ببینم، همشهری خودمونه. بعد خانم بهنوش بختیاری، بعد علیرضا بیرامند، اون همشهریمونه. فوتبالیست علیرضا بیرامند، جواد عزتیان. خب علیرضا بیرامند که رفت بلژیک از دست ما پرید، هر موقع اومد ایران من قول میدم که از همین رسانه بخوایم بریم پیش علیرضا بیرامند، خانم بختیاری، خانم بهنوش بختیاری و آقای جواد عزتی. اگه بازیگر بشی دوست داری تو چه نقشی باشی؟ حالا که من نمیتونم رو برم، ولی خب الان بشم هر نقشی که باشه میرم. واقعا خیلی علاقه بازیگری دارم. کدوم یکی از بازیگر رو پیشت اومدن یا با در ارتباطن بهت انرژی میدن؟ نصرالدادش اومد و مختار صالحی و اصغر حیدریان و بنفشه خانم اومد دیگه. هیچکی نه. خب رضا موتوری دوست داره بازیگر تو تلویزیون باشه یا تو دنیای مجازی هم قبول داره؟ اینقدر کافیه براش؟ نه خب هم تو تلویزیون دیده بشم یا فرق نمی‌کنه، من دوتاشون نیستم، هم تو تلویزیون هم تو فضای مجازی. این چیه تو فضای مجازیشو من بهت قول میدم. با علی کوچولو هم دوستی؟ آره. تو عکساشو دیدم زیاد تو پیجت میذاری. آره باشون دوستم. آقای حشمت ذوالفقاری و آقای مهدی امینی اینا اونا هم می‌خواستن بیان پیشم. خب الان آره اونشون رقبم گذاشت رضا موتوری دیگه، منم رو پیج نوشتم رضا موتوری، الان همه رقبمو میزنن رضا موتوری دیگه به این اسم پیش از رضا موتوری. آره میگن آقا رضا موتوری و این فلان رو بکن برام این چیزا. فکر میکنی که بازیگر میشی میتونی یکی دو حالا تو فیلم‌ها کمک بکنی، بازی بکنی؟ چقدر امید داری به اینکه زود اتفاق بیفته؟ من فکر میکنم زیر 1 سال این اتفاق میفته. حالا منم همین فکر میکنم. خب اگه بازیگرا بیان پیشم حمایتم کنن، اگه خدا بخواد شاید بازیگر بشم. بازیگرا همشون شنیدن و دیدن. بازیگرای عزیز لطفاً این پستو که دارید میبینید بی تفاوت نباشید. خب آقا رضا یه داداش گل دیگه هم داره، اسمش آقا مهدیه. وسط رام یکم به ما کمک کرد، اطلاعات داد، گفتش بازیگرا کیا هستن که اومدن. من میخوام الان بیام وسط بینشون بشینم یکم یه گپ گفتگویی داشته باشیم با آقا مهدی گل. شرایط عادی دارم، نمیدونی چه حالت حادی دارم. خب این بخش از برنامه میخوایم با آقا مهدی بیشتر آشنا بشیم، از یه خانواده 2 بیمار پروانه‌ای. مهدی عزیز سلام، خودتو معرفی کن آقا مهدی. سلام، من مهدی هستم، مهدی آجیوند. بیماری پروانه‌ای دارم. چند سالته مهدی؟ 22 سالم. 22 سالته؟ از آقا رضا بزرگتری پس. آره 22 سالم. بیماری که بدن آدم تاور میزنه، بعد تاور باعث زخم میشه، زخم و پانسمان کرد، دست و پا رو جمع میکنه. حتی اگه پانسمان باشه این اتفاق میفته یا نه بر اثر پانسمان نشدن ها این اتفاق؟ نه اگر باشه یا نباشه این اتفاق میفته. این اتفاق میفته. بیماری پروانه‌ای یه بیماری پوستی هستش که خیلی شکننده است، به هیچ عنوان مصری نیستش، واگیردار نیستش. خیلی ها خب به هر حال شاید بترسن و نزدیک نشن، اصلا این اتفاقا نمیفته و مادرزادی هم هستش. آره اینم پارسال راه میره. تا پارسال راه میره. الان دیگه هر کاری میکنه. تا پارسال راه میرفته ولی خب الان دیگه نمیتونن راه برن متاسفانه. بیماری خیلی سختیه. از خود پایین جمع شده پا؟ آره انگوشا پاهامو ندارم، بعد این انگوشا دستام که من چسبیدم. واقعا بیماری خیلی سختی ولی خب باید تحمل کرد دیگه، نمیشه کاری کرد. تو هم تو این اینستا هستی؟ آره. دوست داری؟ پیج تو اسمش چیه پیج؟ مهدیه. مهدی چی؟ کامل بگو میخوام بیننده ها ببینن. مهدی خارجی. مهدی 51. رضا موتوری نه اگه پیج با نامزدت چطوری؟ قربونت بده. من پیجم رضا بزنیم بیا بالا، رضا خارجی، رضا موتوری بزنیم بیا بالا. ولی خب دوست دارم پیجم بالا بره، مثلا معروف بشم. این پیج منو ببرم بالا، مثلا فالو برام زیاد بشن، خودش دنیا ارزش شده، برن حمایت کنن، بازیگرا بیان پیشم یکی یکی از نزدیک منو ببینن. دوست دارم خیلی علی صادقی هم ببینم، همین الان اومده ذهنم.
علی صادقی خیلی بچه خوبیه، بازیگر خیلی خوب، دوستان میشینه خیلی ببینم فداتون بشم. خب علی صادقی هم حتما این پیام رو میبینه و کمکت میکنه. از بینندگانم میخوام تا جایی که میتونید، حداقل کاری که میتونید بکنید فالو کردن رضا و مهدی هستش. حداقل کاری که میتونید بکنیم لطفا تا جایی که میتونید فالوش کنید. خیلی دوست داره دیده بشه، خیلی دوست داره معروف بشه، خیلی دوست داره صفحه پیجش بیاد بالا. این حداقل کاریه که ما میتونیم دلشو شاد کنیم. بین این همه آرزوهاش هم کوچولوه، خیلی بزرگ نیستش و دست یافتنیه. این آرزوی دست یافتنی رو امیدوارم که همه بهش کمک بکنیم، هم آقا مهدی هم آقا رضا داشته باشه. رضا به همه میگه داداش، درسته؟ نه تو بابا خودم هم میگم داداش. خیلی جالب بود. چرا به همه میگی داداش؟ این داداشم میمونن دیگه. بابا که اینه بابا میمونه. آره این هر دو نقش هر دو تا رو داره. آره من به نصر داداش میگن داداش، به بازیگرا همه میگن داداش، به خودت هم میگن داداش. آره اینقدر من گفته داداش. آره داداشیم دیگه. این داداشم میمونن دیگه. آره پدر مادرت اذیت کردی یا نه؟ والا چی بگم، کم دیگه نه ناخواسته بوده دیگه. بعد بگو چقدر دوستشون داری؟ خیلی، چون مادرم خیلی زحمت میکشه، خیلی زحمت میکشه برای ما و خدا صبری بهش بده. میدونی که خیلی دوستت دارم؟ آره خب. آفرین. خب شما به هم بگو چقدر دوست داری پدر مادر رو؟ خیلی. کدومش بیشتر؟ هر دوتا بیشتر؟ آره. خب اگه قرار باشه یه جمله به بابا بگی یا به مامان بگی چی میگی به جفتشون؟ الان میخوام بگو. دوستتون دارم. بلند بگو دیگه. الان دارم میشنون. آره میگم دوستتون دارم. دوستتون داره بابا؟ نه از همینجا میدونم ماما خیلی دوست دارم. به پدرم هم میگم خیلی دوست دارم. میگه خیلی زحمت میکشن اینا، زحمت میکشن برای ما. کارتون نگاه میکنی یا نه؟ نه. فیلم چطور؟ آره فیلم‌های ایرانی نگاه میکنی یا خارجی؟ نه همه طنز و اینا. طنز دوست داری؟ کمدی؟ آره اینا میگی. از کدوم یکی از بازیگرای کمدی خوشت میاد؟ من علی صادقی. آره. بعد در طول روز چیکار میکنی حوصله‌ات سر نره جدا از این که بخوای اینستاگرام بری؟ همش با گوشی. آره. تو چیکار میکنی در طول روز که حوصله‌ات سر نره؟ آره خب من همش داخل گوشی هم و یه موقعی هم نگاه تلویزیون میکنم، خب نگاه کارتون و این چیزا نمیکنم، این موقعی نگاه واقعا نگاه تلویزیون میکنم چون همش داخل گوشی هم ببینم پیجم میتونم ببرم باید یا نه. خب یکم سر بزنیم به گوشی رضا، بعدش هم بریم گوشی مهدی، ازشون بپرسیم ببینیم چی کار میکنن تو گوشیشون. آره چی من وقتی میرم تو گوشی فقط تنها اینه که به بازیگرا فقط پیام میدن. به همشون پیام میدی؟ همشون پیام میدن. خب بعضیاشون جواب میدن، بعضیاشون جواب نمیدن. آره من موقعی میرم تو گوشی اولی کاری که میکنم میرم ببینم بازیگرا جواب میدن یا نه. اصلا به بازیگرا پیام میدی همشون؟ نه به همشون که نه. اونایی که دوستشون داری؟ اونایی که دوست دارم خب جواب نمیدن. اصلا قاسمی پیجش خب اونا چون پیام براشون زیاد میاد نمیبینه. حالا ما لینک میکنیم ان شاءالله که به اینا پیام جواب ندادن. چی میگی تو پیام بهشون؟ چی میگم بهشون که دوست دارم ببینم تو از نزدیک خودتون بیاین حمایت کنین و دوستان پیجم بالا بده این چیزا. عکس نصرالله رادش، عکس خودت، این کیه؟ خانم منصوریانه؟ آره. بعد این کیه؟ اینم مهدی رحمتی. آره. این اومد تو خانه ایبی پیش من. آره. یکم از خانه ایبی هم برامون بگو. خانه ایبی بعضی وقتا اولی قبلا بازیگرا و هنرپیشا و فوتبالیستا رو دعوت میکردن، ولی خب الان تو این شرایط هیچ کی دعوت نمیکنن. آره به خاطر کرونا. آره بخاطر. و علی منصوریان هم عکس داری. آره. خب کیا رو معمولا بهشون پیام میدی؟ بهش کی؟ مهدی بهش کی پیام نمیده؟ مهدی یکم ساکت‌تر از توه نه؟ چرا مهدی ساکت‌تره؟ من خوشم نمیاد پیام بدم. رضا پیام میده به همه. کم روه؟ خجالتی مهدی؟ نه پیام نمیدم. نه کلا خجالتی یا نه؟
نمیدونی؟ هم فوتبالیستا هم بازیگرا و ورزشکارا دوست دارم یکی یکی بیان پیشم از نزدیک ما ببینن که این شرایط رو داریم. خیلی دوست دارم از نزدیک، من چون نمیتونم برم پیششون به خاطر این شرایط دارم خودم میرفتم، میگن اینا بیان پیش ما بهتره، من دیده بشم جایی تو تلویزیون فیلم بازی کنم. البته من که نمیتونم فیلم بازی کنم، من یه نشت چیزی بهم بدن ممنون میشم ازشون، این فالا برم من بالا برم عشق میکنم. رضا موتوری، اگه قرار باشه برای بینندگان ما یه توصیه داشته باشی، یه جمله بگی، چی میگی؟ بهشون میگم که اگه بیماری چیزی داشته باشین چرا نزنین برین باشون بجنگین، انشالله که این بیماری شکست میخوره و زودتر خوب بشین و این چیزا، انشالله که این کرونا هم شکست بدیم. و من خودم دارم با این بیماری بجنگم، چون اگر خودم رو غمگین بگیرم این بیماری بیشتر فشار میاره بهم، بیشتر رویه ما از دست میارم این چیزا، بالاخره باید بجنگی باشیم. بسیار عالی. خب واقعا امید دارم بازم انشالله که این درمان بیاد، این بیماری ما خوب بشه و این رویه خیلی خوبی دارم. من دوست دارم بازیگر بشم، تو تلویزیون دیده بشم و کلی هدف داری. آره خیلی چی میگن، ناامید نباشین خدا بزرگه. ناامید نباشین خدا بزرگه. دیدم دلم میخواد جار بزنم، عشقمو کنار بزنم، آخه دیوونم کرده دل اینا، درد دل کی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد، هر کی تو دلم اومد فرداش با دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد. یه صحبتی رو میخوایم با مادر آقا رضا و آقا مهدی داشته باشیم، کسی که واقعا فکر میکنم خیلی بیشتر از خودشون توی این مدت زجر کشیده و سختی کشیده. من اولش که خیلی افتخار میکنم اینا رو دارم ازشون حمایت میکنم. اینا از زمانی که متولد شدن من دارم اینا رو خودم حمایت میکنم. تقریبا 22 ساله. آره من دارم اینا رو پانسمان میکنم، خودم درد سر میکنم تو خونه. الان 5 تا بچه دارم، 3 تاش سالمه، این 2 تا درگیر بیماری هم. با سختی درد سر میکنم. یه روز در میون من باید کل بدن اینا رو پانسمان کنم، یه روز در میون عوض میکنم، پانسماناشو خیلی گرونه. فقط از آقای هاشمی خیلی مثلا راضیم که این پانسمان رو میاره. پانسمان ها گرون قیمت، هر برگه 2 تومانی پولشه. خودم آزاد میرم از داروخونه باند و پانسمان از این چیزا میخرم، پماد عاده تهیه میکنم. خیلی سخته برای مادر با یه بچه کوچیک سر دستم. من باردار بودم با این وضعیت هم داشتم به اینا رو هم رسیدگی میکردم. عذرخواهی میکنم، نگران نبودید که این یک بار دیگه بخواد اتفاق بیفته؟ خیلی نگران بودم، حالا واسه این خیلی ترسیدم، فهمیدم اینجوری بشه، ولی خدا رو شکر میشد قبلش تشخیص داد؟ نه، اصلا بیماری که اصلا معلوم نیست، حتی سونوگرافی هم معلوم نمیکنن. من واسه این میرفتم میگفتن خوبه، ولی تا روزی که اومد بازم میترسیدم. استرس داشتم. حالا خدا رو شکر این سالمه. یکم از اون اوایل برام بگی. خب به هر حال این بیماری نادر بود و مخصوصا 22 سال پیش چه حالتی داشتی، چه حسی داشتی وقتی متوجه شدین که 2 تا از بچه‌ها؟ خیلی برام سخت بود، خیلی سخت گذشت. واقعا با یکی 2 تا جمله و با 100 تا جمله نمیشه این سختی رو توصیف کرد، ولی ما دوست داریم که بینندگان ما ببینن که تو این جامعه که هممون داریم با سختی زندگی میکنیم، یه خانواده اگر دارای فرزندانی باشه که بیماران خاص هم باشن دیگه چقدر سخت‌تر داره زندگی. خیلی سخته واسه یه مادر که مثلا 2 تا بچه ازش اینجوری داغون شد جلو چشش. درخواستی ندارید از مسئولین یا از نه بابا، مسئولین که اصلا کمک نمیکنن. بیماران خاص ما به جزای حاجی آقا هاشمی هیچ که بهمون کمک نمیکنه، ندادن. الان من مستاجرم، شوهرم بیکار اینجا،
از کجا بیارم هزینه 5 تا بچه مخصوصا 2 تا بیمار پروانه‌ای رو بیارم؟ هزینه‌شون خیلی زیاده واسم. آره خدای آدم نباید ناامید بشه. اینا هوششون خیلی خوبه، اصلا مشکل ذهنی چیزی ندارن، همه چیزشون خوبه، فقط نمیتونن راه برن. الان رضا 1 سال تو خونه نشسته، سخته برام از این پلا طبقه 3 بعد بری پایین بیاری. الان پسرم این موقعی میخوایم بریم جایی، پسرم بغلش میکنه میبره میذاره تو ویچر، خیلی سخته، من که نمیتونم با بچه کوچیکی دستمه. هم دستتون در نکنه، خیلی ممنون که زحمت کشیدین اومدین تا اینجا، ما خیلی خوشحال شدیم ازتون. خیلی ممنون، امیدوارم که بینندگان ما هم بتونن در واقع به این 2 تا بچه کمک کنن. ولی خب دوست دارم بیان پیشم حمایت هم کنن، اینا ورزشکارا دوست دارم و بازیگرا و فوتبالیستا اینا بیان پیشم، بدنسازا، فوتبالیستا، بازیگرا. آره اینا بیان پیشم حمایت هم کنن دیگه، از نزدیک این شرایط رو ببینن، امیدوارم یه کاری برای ما بکنن دیگه. بینندگان محترم، گپ گفتگویی رو با این 2 تا بچه مهربون و با معرفت انجام دادیم. امیدوارم که تو مرحله اول خوشتون بیاد، تو مرحله دوم بتونید کمک کنید به این 2 تا عزیز. درخواستاشو شنیدین، خیلی درخواست ساده‌ای داشتن. امیدوارم که هر کسی که این پست رو میبینه و این ویدیو رو میبینه انتشار بده تا این 2 تا بچه به آرزوشون برسن، محبوب بشن، معروف بشن و بیشتر دیده بشن. همیشه شما کمک حال بودید، همیشه در امور خیر شرکت کردید. این بار هم از شما میخوایم این شماره کارتی که دارید میبینید و این کارتی که دارید میبینید برای آقا رضا حاجی وندیانه و اگر دوست داشتید میتونید مبلغی رو به عنوان کمک پانسمان و در واقع درمان این عزیزان به این شماره کارت واریز کنید، ممنون میشیم. شماره کارت رو براتون میخونم: 58 94 63 15 33 72 21 46 به نام رضا حاجی وندیان. دوستان عزیز، این بیماری جدا از دردها و سختی‌هایی که دارن خودشون تحمل میکنن، هزینه بسیار بالایی هم داره. امیدوارم که بتونیم یه مقداری به این خانواده کمک کنیم، یه مقداری به این 2 تا عزیز کمک بکنیم توسط شما خیرین عزیز. از دوستان شما ممنونم، داداش گلم که این همه را اومدین اینجا پیش ما، خیلی دوست داشتم ببینم تو از نزدیک. بعد مرسی عزیزم. مهدی جان قربان خدا نکنه که اومدین، زحمت کشید. فدات شم، مرسی. با آرزوی سلامتی برای تمام بیماران پروانه‌ای و تمام بیمارانی که توی کشور عزیزمون دارن با بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرم میکنن. امیدوارم که تنشون سلامت باشه و امیدوارم برای تمام خانواده‌های ایرانی روزهای قشنگ و بدون کرونا در پیش رو باشه. بدرود تا برنامه دیگر. برداشت با دلم بد شد، از این دل بیقرار من راحت رد شد. هر کی تو دلم اومد برداشت